چی آرزو داره شما؟ امی تانی سیاد باشه ارزی من کلبا ندارم من میکشم بیزیب ده من خداش فکر میمونم حق آرزو دارم 57 نبیره دارم 54 ابیره دارم 6 چبیره دارم گر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتم من این فلک را ز میان از نو فلکی دیگر چنین ساختم کازاده به کام دل رسیدی آسان شادروان عمر خیام از همین زندگی کرده اتون شما راضی هستید یا نه؟ درود خدا بر شما عزیزان خلق. خدا شما و نزدیکان شما را در پناهش نگاه دارد. ما در خانه بی‌پرستاران شهر دوشنبه قرار داریم. گمان کردیم که اینجا تنها کلان سالان هستند، اما نه، سین سال گوناگون و اکثر بیمار هستند. البته نه همه راضی شد برای نوار گرفتن. اگر پرسید که مقصدی برنامه چیست، پس تماشا کنید، خودتان میفهمید. مویهای سفیدش از بحری تو شد، آژنگیرش هم از بحری تو شد، قامتش آخر خم از بحری تو شد، چشمانش کم نور شد از بحری تو شد، قوتش هم کم شد از بحری تو شد. شما چند ساله شدید؟ 60 ایران در رفتم. 60 در آمدید. اگر دوباره جوان می شدید چه را تغییر می دادید؟ اگر ما دوباره جهان می شدیم جورا جانش یکون زاوده فابریکه میکن پیشروی حکومت میشید. فقط در حق حکومت خوبی کردن میخوام. تاجیکستان با زیبودار کنی، زیبوترش کنی. مقصد ما همینه دیگه. چه نام داره؟ مظفر. مظفر، بسیار خوب. چند ساله شده شما؟ 58. 58 ساله شده، بسیار خوب. تصور کنیم شما دوباره جوان شدید. همون جوانیتون یک لحظه یاد بیارید. در زندگی چی ها را تغییر میدادید؟ چی کار میکردید؟ دولت به همین مهنت کرده. آبادی دولت چی میکردیم ده؟ کاری هم پیش داریم. من پیش وقت کار میکردم ده که وقتی کار کردن از باید ندارم ده. پیش وقت هم جوانی اگر پیشی نباشد کار کردن به همین. من به پول در کار نیست، من به سلامتی در کار. سلامتی من با. چند ساله شده شما؟ 58. 58 ساله شده. سلام علیکم. چه شما؟ اینقدر خرسند شما امروز؟ من شما را تلفن میدم گفتم شناخته؟ بله. من چیکار میکنم در تلفن؟ فقط زی برای مسلمانی گم میزنیم حالا میکنم وقت بهتری ما میگم کو بابا کو نمیرسه اودم میرسه. دیده؟ ها بسیار خوب. کنی در تلفنتون هست یگون چی دارید نشان ده؟ دمی باشد مکن فکره، کمی راحت فراغت کن، تبسم کن، مشو غمگین. چند ساله شده شما؟ من 38 ساله. بسیار. 90؟ 5 اکتبر. چند سال بشود در اینجایی؟ 2 هفته شد. 2 هفته شد شما اینجا آمدید؟ از کجا آمدید؟ از شهر کلوب. از شهر کلوب. خوش به حالتان. خیلی بود از اینجا؟ بهترین معقولتان شد. اینقدر دوست پیدا کردید ها؟ اینا همشون جوراتون ها؟ بله. کدومشون جورای سخته؟ همین ها؟ در کلوب چیکار میکردید؟ در کلوب دیخونی میکردید؟ چی میکشتید بیشتر؟ گندم میکشتید. گندم بوس چه؟ پخته. وقتی زمینی پخته میدارمدید چند کیلو پخته میچیندید؟ که من نمیچیدم
شما برگرد بودید ها شما؟ نه ها برگردی نبودید. چند هکتار زمین داشتید؟ یک تر به 1 هکتار با؟ بله بسیار خوب. مکتب تا صنف چندی خوندید؟ تا صنف نه تا صنف 9. بله یگون شعر یادتان هست؟ یگون شعر نمیدونید؟ پدر، مادر، وطن. نگاه کنید که شما 60 ساله شدید. حالا که تمام پستی و بلندی زندگی را دیدید. در سن 60 سالگیتان چه آرزو دارید؟ همه تنی سیاه باشم، همه سلامتی مبتا خدامم. شما فرزند ندارید؟ اویله چه؟ عموما چگونه شما عمر به سر بردید؟ چگونه شد که شما همینجا؟ ما همه وقتی که بیمار کشیدم همه ندیجه خسان و مرا آورد تربیه کردم اینجا موندیم 20 دستگیری خشو کرد. اینا با حوزی دیرکتری که از زلفیه اپای زلفیه شکرو و به حد انسانی بهترینه دستگیری کلان کردیسته در اینجا خوبی و نیکی کردیسته. چند سال می شود که شما در اینجا هستید؟ خیلی هستید چند سالش نمیدونم باید ندارم. تخمینا گو ما میرم یکونجا میرم اگر که جواب چیشیدم اجا با میرم یکونجا کار میکنم. خیلی کار هم اسمم نمیه که پای زندگی خیلی یکون برکشی مرکشی یکون چیز سبکه گوشه کار میکنم. قوای کاری دارید؟ نه قوای کاری ندارم. پا اتکس میگم. اصو برای چی؟ اصو برای پا. برای پا. اینم یکون مغازین نمیریم یکون چیزا که ایدی دیگه میگن مجبوری. اچی با کی زمون است با پیشم میام قبول میکنم. در این سن 58 یگان آرزو دارید شما؟ آرزو آبادی تاجیکستان بود. اینجا آدم می‌دادم مثل من مثل حیاتاً اوایل سوختگیم سودم. من اوایل داری کزاق ندارم بودی. و وقتی فرزندان دیدم حیاتش فایده بود حیاتش که جدا از خیلی. شما فرزند دارید؟ یک تا دارم. یک فرزند. یک تاش خبر نمیگیرم. پسر است یا دختر؟ دختر خبر میگیره؟ نه تماما. پسر خبر میگیره؟ پسر ندارم. دخترت کی آخرین بار دخترتان رو دیده بودید؟ 2 سال پیش بود. 2 سال پیش. چگونه از کجا دیده بودید؟ چگونه شد؟ در صدبرگ میدیدم میگم همین چیزا یاردم میکردم در زندگی. من میبودم و آدمگری چیز نبودم. خدا. حضور چند نبیره دارید میدونید؟ 2 تا. نامشون هم میدونید؟ نه میدونم که 2 تا دارم. دیگه چنین میدونم. حضور تقریبا دخترتون چند ساله شدن؟ 35-36 برفته. 35-36. حالا یاش هست، حالا وقت است. شما پدر هستید، بخشاینده هستید. پدر سرور، پدر رهبر، پدر تقدیر جنبان است. با خدا خواهد یکی که میبینید سرشان به دیوار میزند. انشالله. اصلا هر پدر و مادر فقط خوشبختی فرزند میخواد. همین تمام تلاش پدر و مادر برای فرزندها است. انشالله. خدا عمر شما هم درست کنه پروردگار. دو فیض برکتون خداوند. الله اکبر. کدام سوره؟ الحمد. کنی خانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. ترجمه‌ش هم میدونید؟ باز شما گفتید بسم الله الرحمن الرحیم. معناش چی بوده است؟ به نام خدا. دیدید بسیار چی را میدونستید. شما چی آرزو دارید؟ آرزو دارم از خداوند طالب بخشنده میرون برای خداوند شفیع کامل مونده. حق آرزو دارم.
بسیار خوب. انشاءالله میشه. باز چی آرزو دارید؟ باز چی آرزو دارید؟ چند ساله شده اید؟ 65 ساله. اگر تصور کنیم که دوره دختریتان میره، دوره بچگیتان یوش بودید، در همین زندگی چهاره تغییر میدادید؟ آرزو دارم که بچه خودم تنی ساعت باشم، وقتی خوش باشه بچه ما چی کنم یا اویله دارش کنم. یک فرزند دارید؟ یک فرزند در دارم. کجا هست؟ گپ نمیزنه. در لینسکی رایون. در لینسکی رایون کجا؟ لینسکی رایون دیون خونه. چرا آنجا بردن؟ خودم خیلی اپیراتsa کردم، آدم ندارم، هیچ کار ندارم، برای سیوای افتاده بردم موندم. چند ساله هستن؟ واسه 22 رفته ایستم. ای ده میانور 22 رفته ایستم. خانه تون در کجا هست؟ بالای بازاری مهرگان نگورنیده. خانه دارید؟ فقط شما با وای لازم که ندارم، وضعیت نداره، بچه هم خونه نداره. پیشش ده یک خونه چه ساز کنم که میگم که هم بچه من چی کنم زانتیم خیلی که وضعیت من به زیبی بده. میگو پیش از آنی که به دنیا آمدنی ما وقتی ما معین میشود دیگر یکی دیگر ریسک هست. در ریسک میگوند یگان شبهه نکنید رزق دهنده ما خدا است. انشالله میبینید که شکر بر رزق دادگیش شکرانی خدا میکنم که بر رزق دادگیش شکرانی خدا میکنم که به تنی ساعت به تمام وقتی خوش به تمام مرا در روشن دینیا نبودم هستم که رزق مم داد، لیکن خیلی حاضر در وضعیت بیزیب دارم. طوری خونه هم چکیده است، حاضر خونه هم چپه شده است. شما زن و فرزند ندارید ها؟ در اویله چند نفرید شما؟ پدر مادرم گذشتگی. گذشتگی هم؟ بله. کی گذشتن؟ نه مادرم مایده بودم، یک ساله بودم مادرم سر فرزند رفت اورکه ندارم، بعد پدرم 2019 گذشت. یاد دارید؟ بله. من 20 سالتان که بیر عربا میکشم، بعد کسر بود خیلی مدرشم بود، کمزان داد که پدرم گذاشت دیگه خیلی سعر خیلی بچه ها اما که میشورد رفته خیلی دیده چون؟ پدر دویم چی میگفتن؟ یگون سخن یادتان هست؟ سخن پدر دوره های بچگی آغوش گرمی پدرم هرگه که یاد می آرم دلم گم میزنم. همین زندگی با شما مخول هست؟ از زندگی روزی هستید؟ بله روزی هستید؟ اما از خداوند تعالی شنونی این دفعه اگر بیایم برای شما چی بیارم؟ چی بیارم؟ خودتون چیز میخوایم که نه شما چی گید ما همون همی بیارم. چی بیارم؟ یک کتابی قرآن میبره. یک کتابی قرآن میبرم شما حتما. قرآن یابون حتما. من در تلفن ما شما را میده. من اومدم پیشتان. خداوند کردیم در دیدی. اومدم پیشتان دیدی؟ رحمت کنم خداوند برکت میده. رحمت. سلام. ما بوز میبیم خدا خواهم. بوز میبیم. خیر. خیر تا کرد خدا خداوند. رحمت. این
خدا اگر خواهد ما کوشش میکنیم که وای کند، چون تماشابینان خیلی زیاد هستند. نفر پیدا میشود که اومده شما را از همین جو پیدا میکند و مشکل شما را بود میکند. خدا خواهد مشکل منو آسان کنه. پروردگار کسی که ما را نگاه میکنه خدا او را نگاه کنه. از همین زندگی کرده اتون شما راضی هستید یا نه؟ حاضر ده گویا او راضی نیستم که بچم در او طرف من خودم در اینجا. من حاضر به بچه ایستادم، نمیدونم چی کار کنم. فرزنده در پیشت باشم گپ نمیزنه بچی من، گپ سخن نمیگوید. نه بچی منه. چی نام داره؟ امید جان. امید جان. خدا خواهد وای باشد حتما خانه‌تان هم تعمیر می شود، پسرتان هم نزدتان می بیاید. لیکن همین بچه من میگم یه زنتیم شم مایلش با چیز شیدگی. یگانه آرزوی شما این است که فرزندتان اویله‌دار کنید و بعد تمام. اویله‌دار کنم. خدا جان اگر که نگاه بین ممکنه همین بچه با خیلی تا روزی بدگی مونه. همین آرزو حوض دارم، یه ذره ایمانم به تای دنیای روشن هیچی را ندیده استم. دعو دنیا خدا مورن. همین ما قصه ها میخونیم، همین عزیزترین در زمین میگفت پیامبرو هستند. یگان تای از پیامبرا و بزرگان روز خوش ندیده بودند. حتی پیامبر نازنین آن ببینید که 3 روز چیزی نمیخوردند، در شکم سنگ ها بسته میگشتند. پس از حضرت موسی در خانهش میگه حتی یک کاسه باقی نمانده بود. آنقدر فقیر بودن، آنقدر، اما شکرگزار زندگی بودن. شکرگزار زندگی هستیم. چیکار کنیم؟ چند ساله شده دوزی؟ 84 ساله. 84 ساله شده؟ چرا اینقدر غمگینی؟ تو برو غمی من نپرس. شما قهرمان مادر؟ قهرمان مادر، سابقه دار، گروی تروده. بسیار خوب. کیتش کن. چند فرزند داره؟ 1000 بار شکر مردم تا 11 تا بود. یک تا حق خاک دادم. اسدالله جان ولد و ساگده مرد باش کلان بود 9 تا. حاضر چند نفر هستن؟ 1000 بار شکر. 1000 بار شکر. یا بچه کنجم نامیتی پدرشم هوای گور کرد. خدا کم خدایا شکر. یک همه کنجم جلال جان نگاه میکنه. دوباره دختر میشده، جوان میشده، یاش میشده، در زندگی چهارا تغییر میداده در زندگیتان؟ آی در تمرم یاشم دیم بایوای جنش نبودم. مسکو روی کردن از جای کارم. گشتن سرسیه آدم بمب میپهمن. من 18 روز اومده شکر. من از زندگی انا خیلی رضایم. شکر امام علی خدا سرش در نکنه. امام علی اکم مادر عزیز در اینجا همه من میرویم. البته همه من میرویم. رفتن بنده برنده 100,000 بار شکر. شکر کنیم پروردگار. چند قمه شود موسفید تونو ندیدید؟ که گذاشته بودن؟ موسفید 2 سال شد. ای غمی بچه‌شه 4 روز چیزا جان گفته دبالی زانم جانش برم. آخران سخناشون چی بود؟ آخران سخنش فقط آرزش بود که ای خدا دوشنبه آباد شود. ای خدا فرزندکم چنجا امان زندگی کسیدن. شکر 96 مردن بچه موسفیدم. همه بقوت بودن که همه میدانست اکای امان گفتن. 100,000 بار شکر. مردم دا الله. دادا جان 57 تا نبیره دارم. 54 تا ابیره دارم. 6 تا چبیره دارم. همشونو میشناسید؟ همشونو دیدن؟ نماشونو ماندگم ازبکستان داید. خودم 17 ساله ای ازبکستان موسفیدم نزدید. 57 سال سلناباد بود. موسفیدم هم یک بار دیده صنف 7 میخواندم. گرفت آمد این اکم بله جان میدانید چندم سال 57 بود. این حساب کن سلناباد بود.
شما از ازبکستان اومدید اینجا؟ ازبکستان از کدام شهرش؟ بابا نقص دیده ادینا همین یه بار دیده یو حدا تاقام خدا رحمت فرزند نداشت خشای اوچم بوده. شما 58 ساله شده اید. چی آرزو دارید در دل؟ چی آرزو دارید؟ ارزی من کلبه ندارم همی قشم بیزیبده کلبه این همی کلبه همی تصور کردیم انا صاحب کلبه شدید. کار بر پس کی شما رو نگاه بین میکنه؟ اینجا خوبتر نیست که شما رو نگاه بین میکنن؟ نه من مثال خودم چیکار میابم مثال گپا تو وجده اساسی جنبه کرده میابم ارو بکشی میکنم. شما قوه کاری دارید؟ ارو بکشی میکرده وقت ارو بکشی نه تقوات با ارو بکشی مثال بورفروری خیلی سوزم. مکتبی چگونه خونده بوده؟ مکتب ما هشتم توم کردیم وحدت اونجا بود وحدت. تو صنفی 8 خونده اید؟ اکنون برای نفرایی که خواندن رو جدی نمیگیرن چی گفتنی دارید؟ این نامعقول کرده است اینا خواندن حتما باید خونن رنگ مبارک چیزه به آدمای پیش وقت چیکار گویم بخوی پدر مادر که وای نمیکند اهمیت نمیده پیش وقت آدم هم خیلی به عقلی به چی نکنه هم خیلی نشود رنگ مبارک نشود به سواد نیوید مثل سواددار شود به عقلی شود مثل ده گپا طولش با سواد. یگون شعر میدانید از خود؟ یگون شعر نمیدانید؟ در واسه پدر، مادر، وطن خیلی چی از یاد نکرده؟ نه از شاعرها کی را میدانید؟ شاعرها مثل میرزا توسن‌زاده میر سعید میر شکر اومده بود بعد راضی هستید از زندگی؟ راضی هستم و البته من پرزیدنت جمهوری همه جد ما راضیم راضی هم چیز کردم خوراکتان خوب است؟ 100% جای خوبتان گرم است؟ لیک میبینم گرم است گرچنده بیرون خنک است؟ که ما بیرون خوراکتان بذاری این توستره. شما تلویزیون تماشا میکنه؟ نه تلفن داره؟ تلفن تلفن نقض میگیرم. همین حاضر از صنعتکارای تاجیکستان کی را میشناسید؟ من همینطور جمهوری را دولت من خالق بود خدا. شما خبر دارید خدا رحمت کنه همین بگاه گذشته؟ خدا رحمت کنه. همون دولت من خالق با نقض میدیدم بعد اودینا خوشی من نقض میدیدم پیش وقت بعد همون پیش وقت همون آفیسر زور بود آدم. شما در تویتان کی بود؟ تورایتان چگونه گذاشته بود؟ سنگری میرزایی بود. سنگری میرزایی از کجایی لدار شده بودید؟ نورک. از نورک. عاشق شده بوده که یک نخ چگونه شد شناسایتان با ینگر؟ عاشقی خودش آمد در قفم زد. نه چگونه بود؟ عجیب. شما دانشجو بودید یا شما سری زمین کار میکردید؟ چی کار؟ نه من کار میکردم. من عربه کشیده بودم در وحدت ده خیلی مادرم فیراد کرد که همیشه تو وای کردم. شما عاشقی گفتید؟ نه عاشقی نگید وای اومد خودش وای پدر مادرش اومده است اول کفته هم وای کردم. من خدا شکر از ده من 7 سال زندگی کردیم بس شکر خدا فرزنددار شده من. ماشین داشته شما؟ نه من ماشین نقض نمیبینم. من ماشین جیگولی خیلی نبود واقعا. حاضر جیگولی نیست حاضر تماما دیگر شده که مرسدس BMW. پیش وقت میگم پیش وقت جیگولی من مسکی بیچ بود. یک شهر دوشنبه را نشان دید که تماما تغییر افته است. شما هنوز در دوره شوروی هستید؟ شوروی میگن آدم حیران شوروی چیه میگن. حاضر تماما ارسیکولا و پپسیکولا برآمده است و گازوده تمام. نه که میدونم که گازوده نیست و ما
فقط کافه میزنیم کافه شما قهوه میزنید؟ کافه مالاش نیکو و میگفتید بر وقتر ما برای شما قهوه میوردیم توفه یک سومه کو اینم خیلی میزنم آرام خواب میرم. از کجا پول پیدا میکنی؟ میجنبم. کجا میجنبید که ما هم جنبیم؟ نه ما ایمان سیگار میارن یاردن میکنن. از کدام شهر ازبکستان شما رو آوردن؟ دینو رایون یورچی قشلاق. اینا اکو سوکن 57 سال اومدم اوتجان 10 فرزند 57 نبیره 54 تا 1000 بار شکر در بچت مرم همه قبا دولتم که الله رضای حضور شما ملتتون لیکن تاجیک ها؟ ازبک ملتتون ازبک بسیار با زبان تاجیکی را خوب آموخته اید. ای مردم تا اومدم دا نمیدانست میفهمیدم گردانده نمیدانست نه 1000 بار شکر اینا میگم 57 سال حساب کن 7 بچه 3 دختر هم خانه در نبیره ابیره دار مردم دا بچه. در این سن سال شما باید پهلوی نبیره ها نشسته چای نوشیده آرزو و هوسی نبیره ها را کنید. 1000 بار شکر نبیره کم زندگی داده جان که اینجا بچه دهم فرزندم 8 تا داره دختره کاش کار میکنه خدا کش ادامه گسنسا رسیده 18 روز ادامه بوم میفهمن سید مای بوم نیم بایی هم لیلی نه 3 بار دیدم. لیلی نه 3 بار دیدم؟ یه بار یکم هفته نویبر در جای کار روی کردن ساعت 3 شب آچرت گرفته یه بار دیدم بار رفتم دیدم. صحبت کردید با لیلی؟ نه فقط دیدتش؟ خوب بود. شما ما فکر کردم زنده دیده. نه مردگیش تکریم ملده. برای لیلی 3 روز آچرت پاییده؟ از ساعت 3 شب تا 8 آچرت پاییده. آخه بعد دیده چی شد لیلی؟ خود رفته چی شد الهی پروردگار اونسا باشه جوش جندم کنه بالا لیلینو آواز کرد اول الله مهر شوروی هنوز است در خلوتان. مردم ده مهر شوروی یه چیزی هسته که مادر یاد داره چون مادرم در ارزنزا در وحدت کار میکرد حافظه بود تختخان مومینه و میگفته حافظه بودن؟ حافظه بودن اما وحدت به میشناسن همه کس پسر دیگه داشت تو غمش میداد دودری شما؟ دودر غمش میداد میزدش برای من گفتم که دست نبردار هیچ وقت مادر دواش بیزه باشی دواش بیزه باشی همین میزدش مگه بچه میگه مشکت میزد منه ما خیلی نزن آخه مثلا زنم کچکه میشه گفتم بازی و بردم شنوندم ترمده تکیدم آیدم زدگیش رفتم شنوندم آی قهر موقع چوکرم رفتم مونسیبال فایرد کنم بردنش گفتم نمیشه گفتم مادر بیچاره در دستم بردم اینجا مادرم در همین جا بودن؟ بیچاره هر دو شما چند سال در اینجا هستید؟ من اینجا 6 سال 6 سال شد. مادر چند سال شد گذاشتن؟ 3 سال شد. 3 سال شد. آخرون سخنی مادر چی بود؟ روی دستان شما بودن؟ بعد مرد و خدا عمرت درست کنه گفت خدا نگهبانو چه گفته چشمات آب ریخت خیلی جان داد داره. این دنیا غنیمت این دنیا گذران گر خدمت نکنی گردی پشیمان هوشیار باش و یک سو کارهایت بیمان. شما چی نام داره؟ نورا شما از کجا آمده؟ قمسنگی. از قمسنگ. چند قمه شود در اینجا هسته؟ چند قمه جوشین میستم. شما نمیدونید؟ کجایی داریم؟ شما در زندگی کی داره؟ خدم. خودتون. خدم چند. جمعیم نگاه میرم بچم سنم برکت شد. خورده یک سورا مثلا برکت شد درکتر دختر رو
همش و عمری درست کرد و دموی نغزم دیگه بینم آدم میشه اقام خیلی بدیه اگر دوباره جوان می شدید در زندگیتون چیاره تغییر می دادید؟ رفت دوباره یوش می شدید؟ خیلی یکی دیوی مثلا همین شما چه آرزو دارید؟ از خدا چی می خواهید؟ این خدا میخوام که خداوندی کریم نگهبان باشم بچه را تنگ حقیم نمازه و مدرگوش خداوند کرد همه چیزان بود همه بچه هم بود بچه هم مردگی فرزند ندارید؟ نه یک تا خدم و یک تا نیوره موندگی تمام یک تا نبیرتون نبیرتون در کجا هست؟ نبیره در همینجا دوشنبه بود کی آخرین بار دیده بودید نبیرتون؟ دین آمد همه خیارده همه چطور رحمه همین شما 80 ساله شدید در همین سین 80 سالگیتون چی آرزو دارید؟ چه حال دارم؟ چی آرزو؟ بای به دولت شوم بای به دولت شوید؟ بایگری دولت چی کار میکنید؟ بایگری دولت زندگی به در کار چی کار میکنید؟ انا رفتو پولی بسیار ما با شما آوردیم چی کار میکنید؟ میشنم چی کار میکنید پولا را؟ میشنم نگاه کده پولا را نگاه کرده میشینید؟ تمام؟ نه میخوریم میشنیم خیلی بسیار گپ میزنیم از خدا چی میخواهید؟ اختا عمری دراز میخوام صحت سلامتی میخوام از این معلوم میشود که آرزو دارید صاحب پولی بسیار شوید از خدا امید دارید که عمری دراز تیاد برای شما برای پولا را صرفه کردن عمری دراز تیاد شد تمام بسیار خوب بسیار خوب یگان شعر یاد دارید؟ شعر پدر مادر وطن شعرها همیشه یادم برآمد اصلا شما از کجا آمدید به شهر دوشنبه؟ من دوشنبه از دوشنبه بسیار خوب بسیار خوب من اصلا وطنم در سمرقند بود سمرقند شما سمرقندی حاضر اولادو همه سمرقنده؟ نه اولادو نیست گسیم که یک تا خرمون یک تا پسرم هست پسر کاریم سمرقند سمرقنده؟ رفته آمدم دین رفته آمدم کسر شدم سن اینجا آمدم بسیار خوب بسیار خوب یک مخانی پسرم بودم کسر شدم سن اینجا آمدم خوب قبول نباشد رحمت شما با مویهای سفیدش از بحری تو شد آژنگیرش هم از بحری تو شد قامتش آخر خم از بحری تو شد چشمانش کم نور شد از بحری تو شد قوتش هم کم شد از بحری تو شد عزیزانم راستی از این صحبت‌هایی که کردیم آن جوانی کلابی بسیار صمیمی بود بسیار از قلب بود و بهترین میشد اگر نفری پیدا شود او را خانه‌دار کند ثوابیتش حد و کنار ندارد در همین جا برنامه به انجام میرسد قسم دومی برنامه رو انتظار شوید که او با زبان روسی است چون نصف آنها ملتشان دیگر بود از این سبب با همه آنها روسی حرف زدیم هفته دیگر انتظار باشید خدا نگهبانتان تا برنامه‌های آینده. Раньше было вот это слово «спаси Бога», а со временем вот многие слова, которые есть, потом убирает буква, получилось «спаси Бог». А в основном это так «спаси Бог», да спасет тебя Бог. Это дуа, это пожелание. Вот то же самое я вам хотел сказать. Спаси Бог. شما дестило. Ташаккур. Даст Бог. Стараемся, потому что обещание это самое сложное, когда человек сидит с надеждой. Умидвор мешал. Поэтому еще есть пословица, которая
Кто много говорит, мало делает. Но мы стараемся. Он башмон, тасацла, бисюр, салмат, бисюр мухаббат, бисюр хама хушру. Дар башмо ойла, дар шумо хона хама хушру бисюр. бисёри суханошон аз қалб буд, бо муҳаббат буд. Аз ин маълум мешавад ки ник ёд додан дигар аст. Лек ман ҳис кардам ки хуб нигоҳбиншон мекунӣ, бисёр миннатдор ҳастам. чӣ гуфтани доред дар ин бобат? барое ки рӯзи аввале ки ино аз берун мебиёянд ё ки ёрии таъҷилӣ мебиёранд ё ки ягон раҳгузар ё ки мегиранд мебиёранд, дар ҳолати медонед мисол либосошон мисол чиркин, ифлос, вақте ки мо ваёро ба ҳамом мебарем, сару яъне аъзои баданашонро шуста тоза карда либосошонро иваз мекунем, либосошонро мепӯшонем. вақте оварда дар рахти хобашон мехобонем, хӯрокҳои нарму гарм яъне дастрас карда мисол чӣ хеле ки дар беморхонаи мо 3 вақт тайёр мекунанд, мерасонем. дар ин ҳолат медонед хичона ки яъне бесоиб, яъне хичона танҳо ҳис намекунанда, мега хай худоро шукр ки дар ҳамин ватани озоду чи ҳамин хел ҷо ҳастанд, ҳамин хел ки мисол ба одамое ки мисал мо муори ниёзмандо яъне нигоҳбин мекунанд, нигоҳ кунед чӣ хеле ки яъне як хелш ҳаста ки бовар мекунем фарзандошон партофта рафтага, вақте ки мо саршона собун мекунем ё ки мард аст мисол мӯи саршона вақте ки тоза мекунем ё ки шона мекунем ё ки паст мекунем, дар ҳам ҳолат мега ки фарзандомон ҳамин ёрдама расондагӣ нестанд мега. Шумо чӣ гуфтани доред? Или с вами тоже на русском? Не, ну то же самое, то, что он сказал, мы тоже делаем. Я поддерживаю. Очень веселая у вас компания, честно, очень веселая у вас компания, общение с друг другом. Бисёр хушол шудам, честно. Чтобы они себя не чувствовали, заходим и прикалываемся, и смеемся с больными. Да, видно. вақте ки саҳро мебием мисол салом алейк карданда, мо мисол намегӯем здравствуйте бабуле, здравствуйте девички, мегӯем хирсанд мешаванд дига.